الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. درس امروزی ما از اینجا دوام می‌دهد و یستنجی، یعنی ما در باب استنجا هستیم و اکنون رسیدیم به این قسمت و از این قسمت مصنفی همین کتاب امام شورنبولالی چی رو ذکر میکند؟ سنت های استنجا رو، یعنی که اولا حکم استنجا رو بیان کرد، از اینجا سنت های استنجا رو بیان میکند. پس دقت کنید به متن عربی که من هر کلمه رو چخیل ترجمه میکنم و بعداً به احکام فقهی هم توجه بدهید. و یستنجی بحجر منقن یا اینکه منقن و نحوه. اولا سنت این است که استنجا کردن، اصلا معنای لغوی همین کلمه چی است؟ یعنی این فعل هست برای واحد مذکر غائب، یعنی که او یک مرد استنجا میکند. اما من این را همچون حکم ترجمه میکنم، یعنی که استنجا کردن همچون مصدر. خوب، استنجا کردن با سنگ پاک کننده، حجر سنگ، منقن یا منقن درستر پاک کننده، و نحوه و مانند آن. والغسل بالماء احب، اما شستشو شستن غسل در اینجا با فتح غین آمده است نه اینکه با ضمه. اگر غسل باشد این اشاره به همان طهارتی که باید آدم بگیرد، تمام بدنش رو بشوید. مثلا در بعضی وقت سنت می باشد، بعضی وقت واجب می باشد. مثلا از حالت حیض وقتی که پاک می شود باید غسلی واجبه رو ادا کنید، آن را غسل گفته می شود. اما این که هست غسل با غینی که بالایش فتحه باشد، این رو شستشو رو گفته می شود، وقتی که یک چیز رو می شویی. پس در اینجا چی معنی دارد؟ که شستشو شستن با آب دوست داشته تر می شود، دوست داشته تر هست. احب، خوب، یعنی که دوست داشته تر هست. والافضل الجمع بین الماء والحجر. و سوم نقطه چیست؟ که افضل این هست، یعنی بهتر این است که بین آب و سنگ جمع کرده شود، یعنی از جهتی استنجا در باب استنجا بین آب و سنگ جمع کرده شود. این خیلی که آب و سنگ را الدرش میکنی و استفاده میکنی، بلکه معنای این، امیدوارم که همه فهمید، این است که هم خود را با سنگ یا با یکم چیزی که به مانند سنگ باشد تازه کنی و بعداً آب را استفاده کرده خود را شستشو کنی. فیمسح ثم یغسل، یعنی که برای واضح ساختن همین عباره قبلی میگوید که پس اول خود را پاک میکند با همون سنگ، یا مثلا در زمانه ما کاغذ را استفاده میکنند، دیگر چیزها همون سنگ را یا دیگر چیزهایی که با آنها استنجا کردن جایز هست و غیر جایز نیست، آنها هم آمدنی هستند. اما با یگم چیز خود را اول پاک میکنی، نجاست را دور میکنی و بعدا یغسلو با آب خود را میشویی، یعنی که اول با سنگ پاک کرده شود و پس از آن با آب شسته شود. و یجوز ان یقتصر علی الماء او الحجر، اما جایز هست استنجا کردن. خوب، استنجا کردن را در نظر داریم، استنجا کردن تنها با آب یا تنها با سنگ انجام دادن، این هم جایز هست. و سنت انقاء المحل، اصلی سنت همین است که محل نجاست را کاملا تازه کرده شود. سنت پاک کردن محل هست. یعنی چی؟ یعنی که البته که شما باید دارید که حکم استنجا به 3 قسم تقسیم می شود. اگر ما فقط یکم قسم را در نظر داشته باشیم، یعنی که آن حالت هایی که در آنجا استنجا کردن، یعنی حالت های عمومی، در حالت های عمومی اگر پس از یعنی حاجت خانه را استفاده کردن، اگر به عبادت نیاز نداری، در این خل حالت های عمومی و وقتی که نجاست پهن نشود از مخرج و غیره، در این خل حالت ها استنجا کردن سنت هست. البته در این حالت آدم میتواند که یا اینکه آب را استفاده کند یا اینکه یعنی سنگ را. و در اینجا برای آن که واضح بسازد مقصد استنجا را میگوید که سنت همین هست، یا مقصد سنت همین است که همون محل را پاک کرده شود. پس اگر این مقصد را آدم حاصل کند، آنقدر فرق نمی کند که با چی، یعنی وسیله یا با واسطه چی حاصل می کند. البته بعضی چیزها رو استفاده کردن مکروه می باشد و غیره. بعضی آداب های استفاده کردن حاجت خانه هست که انشاءالله بعد از یک چند سطر، بعد از یک چند جمله ها می آید انشاءالله. والعدد في الاحجار مندوب لا سنة. و در اینجا یک نقطه دیگر رو واضح می سازد
که استفاده کردن چند سنگ ها، یعنی که عدد در احجار، عدد در سنگ ها مندوب هست، عملی خوب هست، نه اینکه سنت. این به چی اشاره هست؟ چون که احادیثی هست که در آنها 3 سنگ ذکر شده هست، یعنی که این معلوم می شود که باید 3 سنگ استفاده شود هنگامی استنجا کردن با سنگ ها. اما باز حدیث هایی هست که از 3 سنگ از 3 سنگ کمتر اشاره میکنند. پس از این سبب یعنی به فتوای مذهب حنفی اشاره شده هست که در مذهب حنفی فرق نمی کند که چند تا سنگ باید استفاده شود، 3 سنگ، از 3 کم یا از 3 بیش. مقصد همین هست که باید محل پاک کرده شود و تا جایی که عددی 3 سنگ یا چند تا سنگ رو استفاده کردن می باشند، این کار فقط کاری مندوب هست، یعنی پسندیده هست یا عملی خوب هست، نه اینکه سنت. ما نمیتوانیم بگوییم که فلان عددی سنگ ها رو استفاده کردن سنت است، چون که مقصد استنجا پاک کردن است و گرچند که احادیثی هست که در آنها 3 سنگ رو استفاده کردن ذکر شده هست، اما در اینجا یعنی مقصد را هم به نظر گرفته می شود. یکم شخص باشد که 3 سنگ رو استفاده کند و بعد از 3 سنگ پاک نشود، آیا این معنا دارد که نمیتواند از 3 سنگ زیادتر استفاده کند؟ نه، از 3 سنگ باید زیادتر استفاده کند، چون که مقصد در اینجا اصل هست و در احادیث 3 که ذکر می شود. این از جهت این است که اکثریت وقت با استفاده کردن 3 سنگ آدم الکی پاک می شود. از این سبب هست که در اینجا مصنف چی گفته است که چند تا سنگ رو استفاده کردن این کاری مندوب هست، نه اینکه کاری سنت. شما الکی باید از کلمه اصطلاحی مندوب و سنت با خبر باشید، چون که در درس اولی بود، دوم بود، من اصطلاحات فقهی رو برای شما فهمونده بودم. فيستنجي ب3 أحجار ندبا إن حصل تنظيف بما دونها. پس من از این قسمت اول با شما ترجمه میکنم که اگر پاکی با سنگ‌های از آن کمتر، با سنگ‌های کمتر از آن کمتر، یعنی که از 3 کمتر اگر ممکن باشد، اگر حاصل شود، پس در آن حالت 3 سنگ رو استفاده کردن فقط مندوب می شود، عملی خوب، عملی پسندیده می شود. اگر آدم بتواند که با 2 سنگ، با 1 سنگ الکی نجاست رو از خود دور کند، پس ضروری نیست که 3 سنگ استفاده شود. 3 سنگ رو استفاده کردن در مذهب حنفی با فتوای مذهب حنفی چی می شود؟ مندوب می شود. گرچند که دیگر مذهب ها هست که در آنها باید 3 سنگ استفاده شود. این بود بعضی سنت ها یا بعضی نقطه ها که با استنجا رابطه دارد. اکنون در اینجا می گذاریم به یک بخش دیگر که درباره استنجا هست. مصنف در اینجا چی رو میفهماند؟ چطور باید استنجا کرده شود. اکنون پیش از پیش من برای شما کمک میگویم که این قسمت کمک شاید ناراحت کننده باشد، بعضی کلمه ها را واضح میگوید، اما چون که این یعنی کاری دین هست، این گپی دین هست، ما در اینجا فقه رو میآموزیم، برای همین همه یعنی کلمه ها واضح گفته می شود، واضح نوشته می شود. شما ناراحت نشوید، بدانید که این برای دین هست و برای دین ما باید خیلی دقیق گپ زنیم، خیلی روشن گپ زنیم. اما اونقدر مهم نیست که چی طور باید استنجا کرده شود، یعنی همه صفت ها و همه نقطه ها رو واضح کردن و گفتن و نوشتن، برای این اونقدر حاجت نیست. چنانه که امام ابن الهمام الکمال ابن الهمام در فتح القدیر که یکی از فقیهان مذهب حنفی می باشد میگوید که لا حاجت الى التقیید بکیفیت، یعنی که ضرورت نیست، لا حاجت الى التقیید بکیفیت، یعنی خیلی حاجت نیست، ضرورت نیست که قید کرده شود کیفیت استنجا را، یعنی هر نقطه رو، هر باریکی رو گفته شود، چون که علاقه مقصد که آدم فهمید میتواند که به همون مقصد یعنی رسد. اما باز هم امام شورانبولاری این یگانه یعنی مؤلفی هست که اینقدر روشن گفته هست، بیان کرده هست. عموما در کتاب های فقهی اینقدر روشن گفته نمی شود. به هر حال میگیم و میگذاریم، مخصوصا همین قسمتی که به مرد دخالت دارد. من اونقدر راحتم نیستم و یعنی اونقدر ضرورتم نیست که ما اینقدر براوشنی بفهمیم. به هر حال و کیفیت الاستنجا، کیفیتی یعنی چی طور باید استنجا انجام داده شود، طرز استنجا. یمسح بالحجر الاولی من جهت مقدمی الى خلف، یعنی که 3 سنگ رو به نظر گرفته مصنف چی میگوید؟ میگوید که با سنگ اول از طرف پیش به طرف پس پاک کند. یمسح یعنی مسح کند، یعنی که مولد، یعنی که پاک کند. این رو ما پاک کردن رو در نظر داریم. از طرف پیش به پس با سنگ اول پاک کردن. و بالثانی با سنگ دوم من خلف الى قدام، با سنگ دوم از پس به پیش پاک کند. و بالثالث من قدام الى خلف، و با سنگ سیوم از پیش به پس پاک کند.
اذا كانت الخصية مدلات. وقتی که خصیه، من این را ترجمه نمی کنم، ضرورت باشد بعد درس در چت می نویسم با شما. اما وقتی که خصیه یعنی عضو مردی که قفاتر هست، وقتی که پایان تر باشد یا اینکه وقتی که یعنی پایان شده باشد، کشاف باشد از سبب پیری و غیره. اما اگر این خل نباشد، عضو مردی این خل نباشد، یبتدئ من خلف الی قدام، باید مرد از پس سر کند به پیش با یکم سنگ تا آنکه یعنی به پس تمام کند. به هر حال سبب این برای چی هست؟ فقیهان ذکر میکنند، یعنی می نویسند، میگویند که برای آن که وقتی که عضو مردی این خل باشد، اگر مثلا در اینجا آمده است که اگر از پیش به پس سر کند و از پس به پیش و دوباره از پیش به پس که رود، آخرش در پس یعنی به انتها میرسند و این پاکتر هست برای عضوش، چون که عضوش کمک به جای هست. اما وقتی که عضوش به جای نباشد و یعنی سلامت و صحتمند باشد، میتواند که از پس به پیش سر کند و وقتی که 3 بار این خل میکند به پیش تمام میکند و این خل یکم خل به عضو پیشش ضرر نمیرساند، چون که یعنی عضوش یکم خل پایان نیست و غیره. اما اگر سبب این رو شما نفهمید، باقی ندارد. این رو هم آنقدر یعنی از جهت یعنی دینی، از جهت فقهی آنقدر ضروری نیست که این طرز رو باید یعنی پیروی کرده شود. چه خیلی که آدم یعنی راحت هست پاکی حاصل میکند همین خیلی کند. این فقط از یک سببی، از یک راهی یعنی توصیه دادن یا نصیحت دادن هست که در کار نیست که این رو پیروی کرده شود. به هر حال والمرأة تبتدئ من قدام الى خلف خشیة تلویت فرجها. اکنون این برای ما ضروری هست و زن باید از پیش به پس تازه کند. تبتدئ یعنی سر میکند از پیش به پس تا اینکه مکانی فرج افلاس نشود. یعنی خشیت معنا دارد از ترس آن کی، از ترس آن کی یعنی که از ترس آن کی همان شرمگاهش، فرجش افلاس نشود، نجس نشود و ضرر نبیند. در هر باری که توزه میکند باید از پیش به پس توزه کند تا اینکه نجاستی که در مقعد می باشد به پیش کش کرده نآورد. امیدوارم که شما این رو خوب فهمیدید. این خیلی مهم هست، هم از جهت دینی و هم از جهت صحت. بعداً ادامه میدیم. وقتی که خود را پاک کردن چی میکند؟ ثم یغسل یدیه اولا بالماء. سپس اول، یعنی این به مرد اشاره هست اما زن هم همین خیلی میکند، اول دست خود را با آب میشوید. یغسل میشوید یدیه و یاد دارید یدینی نونش میافتد یدیه، چون که اضافه هست، این مضاف مضاف الیه هست. مضاف مضاف الیه که باشد نونی مثنا میافتد. پس از آن دستهای خود را میشوید اول با آب. ثم يدلك المحل بالماء بباطن اصبع او اصبعين او 3 ان احتاج. و پس از آن محل را، محل خیلی الکی میدونید، محل یعنی شرمگاه، مقعد و غیره، محل استنجا را یعنی با آب، بالماء یعنی با آب، با داخل 1 یا 2 یا 3 انگشت تازه میکند. دلکه اصلا مالیدن رو گفته می شود، یعنی که تازه کردن. خوب سخت همونجا رو میمالد، تازه میکند. این احتاج اگر ضرورت باشد. یعنی که چی رو در نظر دارد؟ یعنی که وقتی که سنگ رو استفاده میبرد، بعدا دستهای خود رو میشوید تا اینکه هر افلاسی که در سنگ باشد در دستهایش باشد از همون دستهایش پاک شود و بعدا با آب سر میکند و با آب اکنون استنجا میکند، چون که این طریقی بهتر هست، این طریقی مکمل تر هست. با آب بعد میگیرد، همون محل استنجای خود را میشکد، تازه میکند. و در اینجا از سببی که دست انسان به عضوش میرسد، در اینجا از سبب یک خطر که شاید شما آگاه باشید، از این سبب این گپ را که حالا می آید میگوید که ویصعد الرجل اصبعه الوسطى على غیرها فی ابتداء الاستنجاء. مرد باید انگشت میانش را بالای دیگر انگشت ها در ابتدای استنجا استفاده برد. ثم یصعد بنصره، سپس آن باید انگشتی حلقش را استفاده کند. ولا یقتصر علی اصبع واحد، و تنها به یک انگشت باید اکتفا نکند، فقط یک انگشت رو باید استفاده نکند. این فقط چنانی که گفتم بعضی توصیه ها هست، نصیحت ها هست. از جهت فقهی یا ضرورت نیست که همه اینها رو پیروی کرده شود، به همه اینها عمل کرده شود.
اما این از سبب آن که شاید شهوت حاصل شود، از این سبب فقیهان بعضی نصیحت ها رو پیش میکنند. اما انسان خودش بهتر میداند. اگر بداند که این خل من رسم بهتر هست، این خل من رسم خوبتر نیست و غیره، پس خودش میداند تا وقتی که مقصدش تازه کردن محلش باشد، نه اینکه حاصل کردن شهوت، میتواند که به همان طرز خود را تازه کند. و بعدا درباره زن چی میگوید؟ والمرأة تصعد بنصرها واوسط اصابعها معا ابتداء خشیت حصول اللذتی. در اینجا کمک واضح‌تر میگوید که زن انگشتی حلقه و انگشتی میانه خود را یک جای استفاده میکند. باید 2 تا انگشت اقلاً باشد، 1 تا انگشت باید نباشد، تا اینکه احساس لذت پیشگیری شود. خوب، چون که این کار چنانکه که میدانید به کاری که اشاره کرده می شود، آن کار حرام هست. آدم نمیتواند که به غیر از یعنی زن یا شوهرش لذت برد، یعنی از طریق شرمگاهش. برای همین باید دستش رو وقتی که در آنجا میگذارد، میرساند برای پاک کردن، برای تازه کردن، باید احتیاط کند. و چه خیلی باید احتیاط کند؟ این امام شورانبللی من حیث یک استاد، من حیث یک فقیه، یک بعضی توصیه ها رو، نصیحت ها رو نوشته است. اما اگر شما نفهمید و صرفم نشود که این چه خیلی باید کرده شود، باقی ندارد. همان خیلی که شما احتیاط میبینید و بهتر میبینید و از لذت دورتر هست و برای پاک کردن بهتر هست، همون طریقه رو استفاده برید. این یکم خیلی در حدیث یکم چیزی نامده است که این خیلی باید انگوش رو یک جای کرده شود و غیره. اکنون دوام میدهیم. و یبالغ المستنجی فی التنظیف حتی یقطع رائحة الکریهه. مستنجی کی رو گفته می شود؟ مستنجی همان کسی که استنجا می کند. اسم فاعل هست از بابی استفعال. استنجا، یستنجی، بعد استنجاء فهو مستنجین. انشاءالله سال آینده در صرف این رو باید یاد بگیرید، در علم الصیغه. به هر حال ترجمه این قسمت چیست؟ یبالغ مستنجی، کسی که استنجا می کند باید مبالغه کند در وقت استنجا کردن، در وقت تازه کردن باید یعنی تا درجه پره انجام بدهد، مبالغه کند در تازه کردن تا وقتی که تا دمی که بوی ناخوش قطع شود، از بین رود. باید یعنی خوب بشوید خود را تا اینکه بوی ناشایسته، بوی ناخوش از بین رود، پاک شود. و فی ارخاء المقعدتی ان لم یکن صائما. و در یعنی که این برمیگردد، این عباره، این جمله برمیگردد بعد با یبالغ، یعنی که مستنجی باید مبالغه کند، پره انجام بدهد. چی را؟ تازه کردنی مقعد را، پاک کردنی مقعد را در آنجا نیز باید مبالغه کنند اگر روزدار نباشد. یعنی که وقتی که مقعد را میشویند با آب، البته که با آب میشوید، باید یعنی همون قسمت را درست و خوب بشوید، خیلی آب را استفاده کند، آب را بشپد و آب را استفاده کرده خود را باید تازه کند اگر روزدار نباشد. برای چی این قید آمده است؟ از این سببی که اگر انسان روزدار باشد باید در مقعدش آب داخل نشود، چون که این روزه را میشکند. خوب، شرمگاه زن این گپش دیگر هست. در وقت یکم آینده من میفهمونم شرمگاه زن در این اختلاف هست بین علمان قدیم و معاصر از سبب اسباب طبی. اما مقعد تا جایی که گپی مقعد می باشد باید در مقعد یکم خیل آب داخل نشود، چون که این میدانه که به معده میرسد یا به همون تربه هایی که داریم به همون میرسد و چیزی که به همون جوف برسد، به تربه های هضمی برسد، روده ها، یعنی روزه رو میشکند. و اذا فرغ غسل یدیه ثانیا، و بعد از آن که از این کار تمام کرد، فارغ شد، دوباره دستهای خود را باید بشوید. همین ثانیاً که میگویند بعضی تاجیکا همین رو معنا دارد، یعنی دوباره کردن، بعداً. خوب، و نشف مقعدته قبل القیام اذا کان صائما. پیش از خیستن باید مقعد خود را خشک کند، مکان استنجا را باید خشک کند پیش از خیستن وقتی که روزدار باشد. مخصوصا وقتی که روزدار باشد باید خود را خشک کند. یعنی اگر روزدار نباشد و خود را اگر خشک نکند باقی ندارد، این اختیاری خود انسان هست. میخواهی همین خیلی تر و تر بپوش، اما اگر روزدار باشد، چون که در اینجا ترس هست، احتمالی دارد که همون تری میتواند در داخل مقعد شود، از این سبب هست که یعنی باید انسان خود را خشک کند. تا اینجا چی بود؟ طریقه یا طرزی استنجا کردن. اکنون ادامه میدیم که این خیلی قسمتی جالب هم هست، متوجه باشید. فصل لا يجوز کشف العورة للاستنجاء. در این فصل نو مصنف چی رو ذکر میکند؟
حکم آشکار کردن عورت را برای استنجا کردن، برای پاک کردن نجاست. پس حکم از چیست در اینجا میفهماند؟ میگوید که لا یجوز کشف العورة للاستنجاء، آشکار کردن، نمایان کردن عورت برای استنجا کردن جایز نیست. اگر از یگان سبب شده یک کسی بین مردم باشد و نتواند که تا قدر امکان از پشت لباس های استنجا کند، یعنی ضرورت شود برای استنجا کردن یا برای مثلا استنجا کردن تا اینکه عبادت را انجام بدهد و در بین مردم باشد، نتواند که از پشت یگان پرده، از پشت لباس های استنجا کند، مثلا با سنگ با یگان چیز، در آن وقت حکم استنجا چی می شود؟ ساقط می شود. برای چی؟ برای که ظاهر کردن عورت از جهت شریعت این سخت‌تر هست، یعنی ممانعتی ظاهر کردن عورت بالاتر هست از حکم استنجا. پس اگر اولا در درجه اول این است که آدم باید استنجا کند، این ظاهر هست. البته که پیش از، مخصوصتر پیش از عبادت، پیش از آن که با عبادت سر کنند، عبادت رو سر کند و با عبادت رود، باید یعنی استنجا کند، خود را پاک کند، خود را تازه کند، مخصوصا وقتی که همان نجاست پهن شده باشد از مخرج. اما وقتی که در بین مردم باشد از یکم سبب و نتواند که از پس پرده، از پشت لباسهایش، از پایان لباسهایش در یکم کنجک استنجا کند، مثلا این خیلی کم پیش می آید، اما اگر این خیلی باشد، حکم استنجا فقط در آن وقت ضرورت چی می شود؟ ساقط می شود. به هر حال و اذا تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة اذا وجد ما يزيله. اگر نجاست، در اینجا نجاست تجاوز کند یعنی که از حد گذرد، مخرجها، مخرجش را، مخرج خودش را، یعنی که اگر نجاست از مخرج خود گذرد و مقدار آن نجاستی گذرنده، متجاوز چیزی که تجاوز میکنه، چیزی که میگذرد، یعنی که نجاست رو در نظر دارد در اینجا، و مقدار همان نجاستی گذرنده از اندازه درهم زیاد باشد، زاد علی قدر درهم، یعنی که از اندازه یک درهم شرعی البته زیاد باشد، لا تصح، نماز با آن نجاست درست نیست اگر واسطه برای پاک کردن آن وجود داشته باشد. فهمیدید؟ یعنی که این ظاهر هست. من برای شما گفته بودم در درس قبلی که نماز با این گونه نجاستی که از قدر درهم زیادتر باشد جایز نیست وقتی که واسطه یا وسیله پاک کردن آن را داشته باشد. البته اگر نداشته باشد باید با همان لباس‌های نجس نماز خود را ادا کند. نمیتواند که عریانا نماز خود را یا کشف عورت کند، عورت خود را ظاهر کند و نماز بخواند. باید با همان لباس‌های آلوده شده باید نماز خود را ادا کند. البته این خیلی کم پیش می آید. کی است که یگام خیلی لباسی دیگر نداشته باشد یا نتواند که نجاست را از خود دور کند. این خیلی کم پیش می آید. اکثری انسان ها یگام خانه دیگر دارند، حاجت خانه در همه جا در بیرون پر هست برای یعنی استنجا کردن، برای پاک کردن، مغازه ها پر هست در بیرون، یعنی رود یک لباسی نو خرد. یعنی این مهم هست. این یعنی در این خیلی حالت ها البته که جایز نیست با لباسی آلوده شده نماز خواندن. این فقط برای حالتی ضروری هست که خیلی کم پیش می آید. و یحتال لازالته من غیر کشف العوره عندما یراه. و وقتی که یعنی در بین مردم باشد، در بین کسانی باشد که او را می توانند ببینند، باید چی کند؟ یحتال، باید کوشش کند، باید کوشش کرد که این نجاست را به آشکار کردن عورت در نزد کسی که او را می‌بیند پاک کند. یعنی که اگر در نزد کسی باشد که او را دیده می‌تواند، باید کوشش کند که به آشکار کردن، به نمایان کردن عورت خود نجاست را پاک کند. اکنون من برای شما پیش از آن که به این قسمتی نو داخل شویم یک سوال دارم. در اینجا کلمه قدر الدرهم آمده است. مقدار یک درهم. کی می‌تواند به من بگوید که مقدار یک درهم هم برای مایع ها و هم برای جامدها ما چخیل به نظر میگیریم، چخیل حساب میکنیم؟ سجا وقتی که مثال در دست ما آب رو میگیریم، وقتی که آب رو گرفتیم و دست رو باز میکنیم، همین به قدر امکان دست رو باز میکنیم که در همون که به چه اندازه که آب مونده باشد همون به قدر یک درهم میشه دلالت میکنه. بهترین، درست. این بود وقتی که نجاست مایع باشد، درست. اما از جهت دیگرش چی؟ اگر جامد باشد یا از جهت دیگر اگر به 80 وی دانه گندم اگر جمع کنیم به اندازه یک درهم میخورد بیان. درست گفته. یعنی که از جهت اگر چون که این خیل اگر ما فقط برای چی من وزن رو هم برای شما گفتم از جهت جامدات هم فقیهان ذکر میکنن، از سببی که فکر کنید فرض کنید اگر آب همین به مابین
کف اگر اندازه بشود، اگر تا همین مابین کف درونی اگر جمع شود. فرض کنید اگر یگام کس نجاست را بالای همین ماندن گیرد و بگوید که نه این فقط در دایره همین درونی کف هست، پس این خلق نمی شود. از این سبب هست که حتی وزنی همون نجاست را هم ما ذکر میکنیم تا اینکه کسی نگوید که از مقداری که یعنی از مقدار 1 درهم زیادتر را جمع کند یا زیادتر را جایز بگوید. از جهت وزن هم یعنی از جهت وزنی همان نجاست باید از 80 دانه گندم زیاد نباشد. یعنی که این را به حساب کتابی با تحقیقاتی امام شورنبللی ذکر کردند. دوام میدیم اکنون و یکره الاستنجاء، یک بخشی نوی دیگر که چیزهایی که برای استنجا مکروه هستند. در اینجا نظر کنید، من همه این چیزها را عکس‌هایش را برای شما نشان میدهم، برای همین اکران را خوب نظر کنید بعد از آن که ما این را خواندیم. یکره الاستنجاء بعظم، استنجا کردن با استخوان مکروه است. و این چنین طعام لآدمی او بهیمه، و این چنین با خوراکی چه انسان باشد چه آدم باشد چه خوراکی حیوان باشد، با خوراکی آدم و حیوانات استنجا کردن نیز مکروه است. و آجر و خشت پخته، آجر خشت پخته، این رو در نظر دارم، نظر کنید، این رو خشت پخته گفته می شود. یعنی خشت پخته من خودم همین خیلی ترجمه کردم و فکرم درست هست، این رو آجر گفته می شود. این هم باید استفاده نشود چون که الکی پخته شده است، خیلی احتمال زیادی هست که آزار دهد شرمگاه را. از این سبب این هم باید استفاده نشود. ادامه میدیم و خزفین، ترجمهش ظرف‌های گلین یا سفالی، ظرف‌های سفالی. خب این رو من در نظر دارم، بینید اینها رو من در نظر دارم، این رو خزف گفته می شود. این خیلی ظرف‌ها رو چه خشک باشد چه رنگه باشد اینها رو هم باید استفاده نشود. قلوخ دیگر چیز هست و خشتی سرخ دیگر چیز هست. قلوخ رو استفاده کردن جایز هست اما خشتی سرخ دیگر هست. خب این رو خزف گفته می شود، ظرف‌های گلین یا ظرف‌های سفالی، چون که این پاک نمی کند. این فقط میمالد و به هر طرف میبرد نجاست را. از این سبب فقیهان ذکر کردن که این را هم باید استفاده کرده نشود. و فحم، انگشت، اینجا نظر کنید، این رو در نظر دارم، کدام کلمه‌ای که بهتر میبینید یعنی نویسید در همونجا. این رو انگشت گفته میشود، فحم گفته میشود. و بعداً البته این اینش ظاهر هست چون که این هم ضررناک هست و هم سیاه میکند، پاک نمیکند، بیشتر نجس میسازد انسان را. زجاجین، شیشه، چون که این خطرناک هست. جسین، گچ، جسین این رو در نظر دارم. این رو جیپسم گفته می شود، مثلا به انگلیسی شاید به روسی هم جیپسم گفته شود، به عربی جس گفته می شود، به تاجیکی نمیدانم، به فکرم گچ گفته می شود. دوام میدیم و شیء محترم، و چیزهای ارزشمند. و در اینجا مثال میدهد که خرقتی دیباجین و قطنین، به مانندی پاره از ابریشم یا پخته. این چیزهای ارزشمند هست. فقیهان میگویند که حیف میشوند، این حیف کردن مال هست، از این سبب باید استفاده نشوند، مکروه هست. البته اگر چیزی دیگری نباشد و باید همین خیل پاره ابریشم یا پخته را استفاده کرد، این یعنی یک حالت استثنایی هست، اما در حالتهای عمومی رو در نظر داریم که این خیل چیزها باید استفاده نشود. و بعداً و بالید الیمنى الا من عذر، و این چنین باید به دست راست استنجا کرده نشود مگر از روی عذر. اگر عذر داشته باشد کسی، یعنی این باقی ندارد، دستی چپش کار نکند و غیره و غیره، اما در حالتهای عمومی باید دستی راست استفاده نشود. اکنون از جهت شرح، برای بخلاف همه یک این چیزها حدیث های وجود دارد، اما چنانکه که شما میدانید که من در این کتاب شما چی میخوانید؟ شما احکام رو میخوانید، دلایل رو حالا نمیخوانید. من اونقدر در دلایل این چیزها داخل نمیشم، اما از جهت آن که شما بفهمید که یعنی امام شورنبللی و این چنین مذهب حنفی بر قرآن و سنت برقرار هست، دلیل دارد، از این سبب هست که من بعضی دلیل ها رو برای شما در حال درس یعنی میفهمونم یا پیش میکنم. مثلا بخلافی در اینجا اومده است بعظم و طعام آدمین او بهیمه، در اینجا یک حدیثی هست از پیامبر صلی الله علیه و سلم
که مثلا در جامع ترمذی هست از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه که میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانكم من الجن. و این چنین از ابو هریره و سلمان و جابر رضی الله عنهم و ابن عمر هم روایت شده هست. یعنی چی؟ یعنی که از عبدالله بن مسعود روایت هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند با روث، با نجاست، روث زیادی وقت تپک که میگویم همین رو گفته میشود، با تپک و با استخوان استنجا نکنید، زیرا این که این غذا یعنی طعام هست برای برادران شما از جنها. یعنی چی رو در نظر دارد؟ تپک را نه، اما استخوان را، زیرا همین استخوان ها غذا هست، طعام هست برای برادران شما از جنها. این یک حدیث هست. و این چنین چون که یعنی فقیهان این چنین میفهمونن که استخوان که هست، استخوان ها به مانند خوراکی، یعنی به مانند خوراک آنها استفاده می شود. گرچند که به ما استخوان معلوم می شود، آنها این را چی می بینن؟ آنها این را همچون طعام می بینند و استفاده می کنند. و تپک برای چی باید استفاده نشود؟ برای که تپک خودش چیست؟ خودش یک نجاست هست، برای همین باید استفاده نشود. و این چنین خوراکی جانوران برای چی باید استفاده نشود؟ برای که البته خوراک جانوران چی می باشد؟ علف می باشد، گندم و غیره می باشد. این حیف کردنی خوراک می باشد. گرچند که ما هم اگر استفاده نبریم، دیگر یعنی یک جانور یک جانور زنده استفاده می برد برای خوراکش، برای همین باید استفاده نشود. و برای دیگر چیزها من سببهایش رو گفتم. زیادی این چیزها برای از سبب ضررناک بودن، از سبب خطرناک بودن باید استفاده نشوند. و یعنی درباره دستی راست رو استفاده نکردن، برای این هم حدیثی وجود دارد از عبدالله بن ابی قتاده که از پدرش روایت میکند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا بال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه واذا اتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه واذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا، که در سنن ابی داود در کتاب طهارت ذکر شده است. و معنای این حدیث این گونه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه یکی از شما قضای حاجت کند با دستی راستش عضو را نقپد، باید لمس نکند، دست نزند. و وقتی که به حاجت خانه می رود، کسی که به حاجت خانه می رود با دستی راستش خود را باید پاک نکند. یعنی که اولش به مرد خطاب بود که باید عضوش را با دستی راستش نقپد، و بعدا جمله دوم به همگی رابطه دارد که وقتی که یکی از شما به بیت الخلا یعنی که به حاجت خانه می روید، باید کسی از شما با دستی راستش خود را پاک نکند، استنجا نکند. و وقتی که آب می نوشید با یک نفس یعنی ننوشید، در یک نفس در یک دم همه آب را ننوشید. از این حدیث چی را کدام حکم را استخراج میکنیم؟ همین حکمی را که باید به دستی راست استنجا کرده نشود. و اکنون ادامه میدهیم، قریب به پایان رسیده است، همین دو قسمت دیگر هست و تمام. و یدخل الخلاء برجله اليسرى. اکنون از اینجا مصنف چی را میفهماند؟ بعضی آداب‌های قضای حاجت را میگوید که باید یدخل الخلاء برجله اليسرى. نقطه اول همین است که و به حاجت خانه با پای چپ وارد می شود، باید که با پای چپش داخل شود. برای چی؟ انشاءالله یعنی می آید و یستعیذ بالله من الشیطان الرجیم قبل دخوله، و پیش از وارد شدن، پیش از داخل شدن به حاجت خانه از شیطان به الله پناه برد، یعنی که تعوذ بگوید، اعوذ بالله بگوید. چون که در این مورد هم حدیثی آمده است از علی رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم اذا دخل احدكم الخلاء ان یقول بسم الله. این یک حدیث هست که در اینجا بسم الله ذکر شده است که پیش از داخل شدن شما بسم الله بگویید. از علی رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند پرده‌ای که میان چشمان جنها و عورت‌های فرزندان آدم هنگام داخل شدنشان به حاجتخانه چیست؟ این است که یکی از آنها بگوید به نام الله، بسم الله. و یک حدیث دیگری هست در این مورد از زید بن ارقم که روایت میکند عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. و این است در سنن ابی داود از زید بن ارقم روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند این حاجت خانه ها مکانی حضور جن ها هستند، پس وقتی که یکی از شما به حاجت خانه می رود بگوید اعوذ بالله من الخبث والخبائث، پناه می جویم به خدا از شر شیطان های مرد و زن.
چنانی که شما آگاه هستید و امیدوارم که الکی به این عمل میکنید. پس عموما چی گفته می شود؟ عموما تعلیم داده می شود، یعنی به اطفال و به ما و شما که پیش از داخل شدن ما چون به هر دوی حدیث عمل کنیم دیگیم بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. اما اگر فقط اعوذ بالله من الخبث والخبائث بگوید به حدیث عمل میکنید و یعنی درست می شود. به هر حال دیگر چیز و یجلس معتمدا علی یساره ولا یتکلم، هنگام نشستن با پای چپ تکیه کردن. برای چی؟ برای اینکه فقیهان این را همچون یک توصیه پیش میکنن، همچون یک آداب پیش میکنن، برای آن که میگویند که برای خارج کردن نجاست این یعنی کمک میکند، آسان تر است و محل اخراج رو گشادتر میکند. از این سبب این توصیه داده میشود. اما اگر کسی این خیال نکند باقی ندارد. ولا یتکلم، اما باید گپ نزند، صحبت نکردن، گپ نزدن. برای چی؟ و در بعضی نسخه های همین نور الایضاح چی می آید در آخر همین؟ الا لضرورتین، گپ نزند مگر برای ضرورت. اگر ضرورتی سختی پیش آید در آن وقت میتواند گپ زند، یگون حاجت یگون نیازمندی باقی ندارد. اما عموما وقتی که ضرورت نباشد باید گپ نزند. برای چی؟ بخلاف این هم حدیث، یعنی این را هم ما از حدیثی اخراج میکنیم. حدیثی آمده است از ابو سعید الخدری رضی الله عنه که میگوید قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. این را هم امام ابو داود ذکر کرده است، روایت کرده است در کتاب طهارت. یعنی که از ابو سعید الخدری روایت است که او گفت من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود دو مرد نباید برای قضای حاجت بروند در حالی که عورتهای خود را گشاده و با همدیگر صحبت میکنند، زیرا که الله سبحانه و تعالی از این عمل به غضب می آید. از این سبب است که باید گپ نزنند. و بعداً آخرین قسمت چیزهایی که مکروه هستند، چیزهایی که هنگام قضای حاجت مکروه هستند. یکره استقبال القبلة و استدبارها ولو فی البنیان، به سوی قبله روی آوردن یا پشت کردن حتی اگر در داخل بنا هم باشد مکروه می باشد. برای این حکم را هم ما از حدیثی استخراج میکنیم، چنانی که از ابو ایوب الانصاری روایت می شود. ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه می فرماید ان النبی صلی الله علیه و سلم قال اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا. که از ابو ایوب الانصاری روایت هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی که برای قضای حاجت می روید رو به قبله ننشینید و پشت قبله هم ننشینید. روتون یا پشتتون رو به طرفی یا به پشت قبله نکنید، نه برای پیشاب و نه برای یعنی نجاست، نه برای غائط، بلکه به سمت شرق یا غرب رو کنید. و بعداً خودی همین صحابی چی میفرماید، چی میگوید؟ قال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. ابو ایوب الانصاری چی میفرماید؟ میگوید که وقتی که ما به شام آمدیم حاجت خانه های ساخته شدند که رو به قبله میباشند، پس از این سبب ما از آن روی میگرداندیم. یعنی که وقتی که ما همین حاجت خانه ها رو استفاده میکردیم خودمون رو چی میکردیم؟ روی میگرداندیم، کمک یک طرف میشیشتیم و از یعنی استغفار میکردیم، از خدا آمرزش میطلبیدیم. این بود، یعنی از این سبب هست که این حکم در مذهب حنفی استخراج می شود. و بعداً استقبال عین الشمس والقمر، رو به آفتاب یا ماهتاب کردن، این هم مکروه هست. از چی سبب؟ چون که فقیهان میفهمانند که آنها نشانه های کلان آفرینش الله سبحانه و تعالی می باشند. آیتانی عظیمتانی میگویند دو نشانه های دو آفرینش کلان الله سبحانه و تعالی می باشد. از این سبب یعنی آنها را هم یعنی قدر داده می شود. و مهب الریحی، و جایی که از آنجا شمال می زند. سبب این را شما می دانید، چون که نجاست می تواند که برگردد و خودی لباس های همان شخص را آلوده سازد. از این سبب هست که این هم تا یک درجه ناپسندیده هست. و یکره ان یبول او یتغوط فی الماء والظل والجحر والطریق و تحت شجر مثمر والبول قائما الا من عذر. و دیگر چیز کراهت دارد، مکروه هست. مکروه هست که کسی پیشاب یا اخلاط کند یا غائط کند در
آب فی الماء در آب ظاهر است که یعنی در آب، یا اینکه مثلا در نزد چاه، در نزد حوض. دیگه فقیهان هم اینها رو هم یعنی شامل میکنن. برای چی؟ برای که اینها وسیله های یعنی هم نوشیدنی آب میباشند و هم آنها یعنی مردم پیش این جای ها می آیند برای نوشیدن آب و اینها وسیله ها می باشند برای حاصل کردن پاکی. از این سبب آدم باید نجاست خود را از پیش این گونه جای ها دور کند. فهمیدین؟ و این چنین و ظلی و در سایه هم پیشاب و پخانه کردن، پیشاب و یعنی اخلاط کردن درست نیست. نجاست کردن درست نیست. از چی سبب؟ از سببی که این جای استراحتی یعنی مردم می باشد. جای استراحتگاه یعنی برای استراحت کردن مردم مسافران در اینجا می آیند وقفه میکنن. از این سبب باید در اینجا هم یکم خیلی نجاست کرده نشود. و برای این هم حدیثی هست از ابو هریره رضی الله عنه که میگوید که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اتقوا اللاعنین، یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که از دو لعنت شده احتیاط کنید. قالوا و من لاعنان یا رسول الله، یعنی پرسیدند صحابه رضی الله عنهم که دو لعنت شده چی هستند ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم؟ بعداً فرمود قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم، فرمود که آن کسی که در راه مردم یا سایه آنها قضای حاجت میکند. پس از این حدیث هم ما چی میگیریم؟ دلیل میگیریم برای این نقطه که باید در سایه یا در طریق، در اینجا دیده در راه باید قضای حاجت کرده نشود. و بعداً فی الجحری، در جحر یعنی که در سوراخ. از چی سبب در اینجا شامل شده است؟ از سببی که البته هم خطر دارد. اگر در نزد سوراخ اگر کسی برای قضای حاجت تیار شود میتواند که از سوراخ یکم چیز شخص را بگزد، ضرر برساند. یا البته اگر این خیل نباشد، سوراخ عموما چیست؟ یعنی قرارگاه یکم جاندار می باشد. یکم جاندار سوراخ را کنده است، اینقدر مهنت کرده است یعنی برای استقامت. البته ما همچون مؤمن و مسلمان نباید به دیگر مسلمان، به دیگر انسان اذیت بدهیم و نباید برای جانوران، برای حیوانات اذیت بدهیم. از این سبب هست که این هم مکروه شماریده شده است. و طریق را من برای شما گفتم و تحت شجر مثمر و تحتی در زیر درختی میوه دهنده. البته برای چی؟ برای آن که مردم می آیند تا اینکه از این درخت میوه بگیرن، میوه بچینن، بخورن. از این سبب هم با آنها اذیت می شود. شاید شما اهمیت داده باشید که اکثری چیزها گرچند که از حدیث ثابت می شوند، از حدیث استخراج می شوند، دیگر چیزها از سبب قیاس استخراج می شوند. وقتی که حدیث یک چیز رو بیان می کنند، البته آن چیز بالا یک علت برقرار هست و اگر همون علت در دیگر چیزها یافته شود، آن چیزها هم عین حکم رو می گیرند. فهمیدین؟ پس دیگر چیز هست والبول قائما الا من عذر، و این چنین پیشاب کردن در حالتی که آدم ایستاده باشد مگر اگر عذر داشته باشد، مگر از سبب عذر. اگر یعنی شیشته نتواند، البته مخصوصا مردا این باقی ندارد، یعنی این فقط چی هست؟ مکروه می باشد. اگر به سبب کند این مکروه می باشد. و این چنین و بعدا می گوید و یخرج من الخلاء برجله الیمنى، از حاجتخانه باید که با پای راستش بیرون شود، یعنی که از حاجتخانه با پای راست بیرون شود. ثم یقول، بعد باید بگوید الحمدلله الذی اذهب عنی الاذى و عافانی. سپس چی میگوید؟ همین دعا رو میخواند. تمامی حمد برای الله که از من ناپاکی رو دور کرد و من رو و عافانی و من رو سالم گردانید. در همینجا انشاءالله درس ما به پایان میرسد. و یک چیز دیگری که من در اینجا اضافه میکنم این است که البته این در دیگر کتاب های فقهی آمده است و امام ابن عابدین هم این رو ذکر میکند در کتاب فتوایش. این چنین امام طحطاوی ذکر میکند که سر خود را پوشاندن این هم یک کاری مندوب هست، یک کاری پسندیده هست. از چی سبب؟ از سببی که یک حدیثی وجود دارد که مثلا امام بیهقی در سننش ذکر میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که داخل حاجتخانه میشد هم در پایهایش پایافزال میپوشید، یعنی چی میگویم صندلی میپوشید، یعنی پایافزال میپوشید، پایه‌های خود را میپوشاند و اینجوری سر خود را هم غطا رأسه، سر خود را هم میپوشاند. و از این سبب هست که یعنی در مذهب حنفی بنابر این حدیث ها گفته می شود که پای خود را هم پوشاندن و پایافزال پوشیدن اینها هم از جمله آدابی داخل شدن به حاجتخانه شمار می شوند. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.